نکته پنجم صحبت در مورد کاور اثر هستش. بعد از اینکه بوسه یهودا منتشر شد، یه حاشیه‌ای به وجود اومد بابت اینکه کاور این ترک کپی و اسکیه. رسانه‌های رپی هم بدون کوچکترین تحقیق و مطالعه‌ای این حاشیه رو پخش کردن. ولی حالا بیاین ببینیم اصل قضیه چی بوده. کاور بوسه یهودا کاری از گروه گرافیتی دژ هستش. این گروه که از گرافیتی کارای درجه یک ایرانه، قبلا هم توی مجموعه های گوزن و کویر و سگانه علی سورنا سابقه همکاری با علی سورنا رو داشته و کاورهای گوزن و سگانه رو طراحی کرده و از دو عضو تشکیل شده به نامهای کیارش و تمکین. اصل کاور از یک طراح انگلیسیه که ازش بابت الهام گرفتن از کاور و طرحش اجازه گرفته شده و ایمیل هاش موجوده. ولی سوال اصلی اینه، آیا از طرح این طراح انگلیسی دقیقاً به همون صورت استفاده شده یا تغییراتی روش ایجاد شده؟ طبق صحبت‌هایی که با کیارش داشتیم، گروه گرافیتی دژ اومده از طرح اصلی به عنوان سورس الهام گرفته و کار رو کلاژ کرده و یه چیزایی اضافه تر نقاشی کشیدن که به فضای ترک مرتبط بشه. اتفاقاً این کار خیلی سخته چون باید آناتومی به طور کامل رعایت بشه و برخلاف دیگر نقاشی‌ها که مدل وجود داره، این کار کاملاً ذهنیه و خیلی سخته. خلاصه اینکه گروه گرافیتی دژ و علی سورنا علاوه بر اینکه کاور رو کپی نکردن، بلکه بابت الهام گرفتن از طرح اصلی از صاحب اثر اجازه گرفتن و ایمیل هاش موجوده و بعدش با وقت گذاشتن زیاد پای کاور و کلاژ کردن و کشیدن نقاشی جدید تونستن یک کاور جدید رو ایجاد کنن که مرتبط با فضا و محتوای ترکه. آخرین نقدی که میشه به این اثر وارد کرد، ایجاد ساختارهای طولانی و بلند توی تکست اثره. چند دقیقه قبل وقتی داشتیم کلمات مرتبط و ساختارها رو بررسی می‌کردیم، اشاره کردم که بعضی از ساختارها توی بعضی از لاین‌ها به شدت طولانی و سخته و همین باعث نامفهوم بودن بخشی از ترک برای مخاطب میشه. برای مثال لاین منزوزه سیاه شب، یه سوز حس آسی از شکاف مرگ. چندین لاین به این صورت وجود داره که از یه بازه کلمات سخت استفاده شده تا یک مفهومی رو به مخاطب برسونه. ولی همین امر باعث شده که اون بخش پیچیده و حتی در جاهای نامفهوم برای مخاطب باشه. درسته که نباید خلاقیت فدای ساده نوشتن و سادگی بشه، ولی برای مثال اگه 10 تا دایره لغت برای ساخت یک لاین وجود داشته باشه، سورنا دقیقاً از 10مین که سخت ترینش استفاده کرده. در طی تمام آثار قبلی علی سورنا ما ساختارهای متنوعی از علی دیده بودیم که در کنار ادبی بودنشون و داشتن پیچیدگی تونسته بودن یه مفهومی رو به طور ویژه به مخاطب ارائه و انتقال بدن. ولی در این ترک به چند دلیل که قبل‌تر بهش اشاره کردم، استفاده از این ساختارهای بلند و طولانی در یک جاهایی باعث شده بود که ترک و مفهوم بیش از اندازه پیچیده بشه و مخاطب از هارمونی و مسیر اصلی ترک پرت بشه. استفاده از این ساختارها شاید در نگاه اول برای ایجاد خلاقیت باشه و شاید به خاطر محتوای ترک نوعی از سبک سمبولیسم باشه، ولی اون چیزی که مشخصه سخت‌ترین و بلندترین ساختار برای انتقال یک مفهومه که اثر رو بیش از اندازه پیچیده و در بخش‌های نامفهوم کرده. گلوله ماموراه لخت تنم صدام از سوزه هیولا په حقیقت شام آخر و بچین دوباره من فقط این بود پارت اول از اپیزود 3 پادکست تریاق. به زودی پارت 2 منتشر میشه و به ادامه تحلیل این ترک با حضور 2 مهمان عزیز میپردازیم. خیلی ممنون که تا اینجای کار همراه ما بودید و پادکست رو گوش دادید.
شما میتونید این سری از پادکست ها رو از کانال ما و اپلیکیشن کست باکس بشنوید. همچنین میتونید رسانه طرفداران علی سورنا رو در اینستاگرام، توییتر و یوتیوب دنبال کنید. بنده شیدا آقازاده هستم و صدای من رو از رسانه طرفداران علی سورنا شنیدید. ما زدیم زیر ستون انگ وطن بکش کنار تا نریزه آوار رو تنت.